جدیدترین مرکز خرید استانبول میدونی کجاست؟ به زودی در استانبول یکی از خاص‌ترین پروژه‌های خرید و تفریح دنیا افتتاح میشه. فلورنتیا ویلج استانبول. اینجا اولین آوتلت لوکس ترکیه است. جایی که قراره بیش از 220 فروشگاه برند جهانی رو یکجا ببینی. در فضای الهام گرفته از معماری ایتالیایی با خیابون‌های سنگ‌فرش شده، میدان‌های زنده و طراحی مدرن. اما جذابیت ماجرا اینجاست. خرید فقط یک بخششه. اینجا قراره یک گسترو اسکوئر با رستوران‌ها و کافه‌های خاص داشته باشه. همینطور یک بخش لاکچری برای برندهای پرمیوم و حتی هتل اسکوئر تا تجربه کامل خرید و اقامت رو کنار هم داشته باشی. دسترسی هم فوق‌العاده است. تنها چند دقیقه با فرودگاه استانبول، ایستگاه مترو و بزرگراه اصلی فاصله داره. یعنی هر کس به راحتی میتونه خودش رو به این مقصد خاص برسونه. این فقط شروعشه و خبر مهمتر اینه که فازهای بعدی تعداد فروشگاه رو به بیش از 350 برند لوکس میرسونه. فلورنتیا ویلج قرار استانبول رو در خرید لوکس به یه سطح جهانی برسونه. اگه میخوای اولین کسی باشی که این تجربه رو از نزدیک میبینه، باید این پروژه رو دنبال کنی، چون جا موندن ازش یعنی از دست دادن یکی از بزرگترین مقصدهای خرید خاورمیانه. اگه میخوای با جاهای جدید و خاص در استانبول آشنا بشی، حتما پیج منو فالو کن. ممنون از همراهیتون.